بسیار مخلصان زیاد داشتم. راستی همه امام نظر برگزار که قوازمایی میکردن، شخصا من با یک روحیه بلند حلاوت میبردم. یکی از پهلوانان بودن که با لقب ورتلیات گشتی میگشتند، تا 150 کیلو وزن حریف خود را برداشته و تا تختفش میافتوندند. احسن برای گشتنگوی همین زیبای امام نظر که با امروز در نوروزی ما شما حضور دارند، برد پهلوانان 200 سامانی، شخصا از نام من با 100 سامانی، جمع 300 سامانی به هر دو پهلوان تحفه نوروزی. رحمت به این پهلوانی که از ناحیه جبار رسول امروز تشریف آوردن. ما پیش از همه خوش آمده نور دیده میگوییم و از قدم هاشون خداوند بردباری دهند. و مهمان ما شما امروز یکی از شخصانی با آبروی جبار رسول امروز در اینجا حضور دارند، گلف بزرگمهر هم نگفتن ماند شخصیت هایی هستند که از ناحیه جبار رسول همدیاری ما شما هم در همه کارهای آبادی در همه کارهای آبادی سهم گذارند. خوش آمدید مهمان محترم. پهلوان غازیف با یک ناراضگی میگن که ما میدان ترک میکنیم. شما در حالتی که راضی نیستید مرحمت از طرف داور میدان محرد پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. در حالتی که شما راضی نیستید حسابیده نمیشود، به گفتی داور گوش میاندازیم. در حالتی که هیچکی با اکا سید نازق قوازبایی نمی کند، اکا سید نازق دستشون بالا. حاضر یکم کسادر با پیدا شود شما در همینجا هستید. سویده نمیشد. نور فرد پهلوان نمدید میدان شد. امام نظر پهلوان یک جواب تشکر یک کفکوی برای همه امام نظر پهلوان. مردم باور کنید پهلوان اگر 3-4 سال پیش وارد میدان میشنن کمربند در گردن آویزه میکردن، یگان پهلوان غیرت گشتنگیر نمیکرد با این پهلوان. احسن پهلوان شناخته تو شد در میدان حریف خود را انتظاران. مرحمت پهلوانان وارد میدان شدید. وقت رفته ایستاده است چخانه دسته سیرا. غیر از آن که یه آدم به حد مهارت خوبی دروازه‌بانی دارند و مهارت گشتنگیری هم داشتن، آماده گشتنگیری هم. احسن برای غیرت ولایت هم. دسته سیراغ امسال در چند مسابقه های ناحیوی قریب که همه دسته های ناحیه رو مغلوب نمودند. حریف پهلوان از ناحیه پلدارک به هر دو پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوانان 100 سامانی. دسته سراغ امسال در ناحیه مسجد قریب که همه دسته های فوتبال رو مغلوب نمودند. نگفتن ماند که یکم شکسته که دسته سراغ خود از صاحبه میدان از حساب دسته زرافشان از صاحب خارجگی عقیده زرافشان میگن شکست خوردند. به همین فوتبالیستای خارجگی زرافشان احسن میگویم بسیار فوتبالیستای خوب هستند. حاضر بعد از نوروزی و تحفه تیار کردیم برای فوتبالیستای به مانند الهام جان رجبوف با یک زشینی که بهترین الهام جان باقیوف، دروازه‌بان امانوف تاجیبای، یکی از بهترین هجومگر امید جان ابراهیموف. همه این بازیگرای دستی زرافشان رو احسن میگیم که در همه فوتبال ها رفته اشتراک میکنند با آبروی احتیار دیار بلند میبردارند. از طرف داور میدان به هر دو پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. اوتل نمری دولتیش 0509 و 0707 راه من کردن. التماس هم ماشین خود رو گرفت مهمانو 0709 رقم دولتیش مهمانو میرفتن خلال رسول میشد. التماس از طرف داور به هر دو پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوانای وزنین مرحمت
حاج طریق تلفن به ما زنگ زد گفتن در خارجگی همسایه هم قریب نوروز به اتمام رسیده است. همه پهلوانان وارد این میدان میشن. خدا خواهد یک قلب‌آزمایی به حد خوب میشود. مهمون ماشین خود گرفت. بعد پهلوان بند داده میشود. پهلوان وزنین مرحمت. ایوب خان تماشا کرد تلفن شدن جانگیر بگه تلفن جانگیر بگه همین مهمون اکا عبدالغنی همین مهمون یک نفر دروغن التماس. پهلوان از طرف چپ داور آخونوف از طرف راست داور از دهه رو حریف اون کس مرزویف از دهه پلورک به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 100 سومونی. رحمت به همین پهلوانو دهه روغ پلورک که امروز در نوروزی ما به حد قلب‌آزمایی خوب نشان داده ایستادند. صاحبای میدان همین به فکرم سال آخر است که صاحبای میدان دعوت نمیکنیم. البته از سال آینده دیگر بهانه هم نیست. خدا خواهد گلیم ورزشی امان حسین محمد تشکیل کردن. انا دیگر تالار ورزشی هم با تشبس همه جوانو تشکیل کرده می شود. دیگر بهانه نیست برای صاحبای میدان از نوروزهای آینده با پرگی میتونید که آماده باشید و میدان داری کنید. از طرف داور بعد پهلوان یک دقیقه وقت جو کرده شد. هلو پهلوان یک نفر وارد میدان شود. خدا خواهد هم وقت میرسده هم تحفه برای همه ما شما کفایگی میکند. شخصان سخاوتمند آخونوف با لباس ورزشی سیاه حریف نوبتی پهلوان از دهه پلورک به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 100 سومونی. راستی با پهلوان همه گوشی کنار ولایت حتی بیرون از جمهوری ازبکستان هم دعوت کرده بودیم. امروز در چهارگاه گشتین گلان برپا شده است. همه کس از حساب باران میشد گفته امروز به نوروزی ما تشریف نآوردن. خیلی شکر که همین پهلوانای دیار ما شما هستن قلب‌آزمایی میکنن. نوروز ما رو رنگ یک رنگ شکوه زیبا می آفرم. به همه پهلوانای آمدگی مینداری صاحبه میدان بیان میکنیم. خوش آمدید نور دیده. از طرف داور به هر پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. به گفت داور گوش می اندازیم حسابیده نمی شود. اکا عبدالمنان التماس شما از مخلصی فوتبال برید با انگشتین هم فکرم مخلصی میکنید نه که و همه جا آداب اسلوب خودش دارد. در خارجگی ما سالهای پیش هم استاد سمندرов هم ما شما رو فهموندیم که گشتین کمربندی برداشته میزنید حلو. در حالتی که یک شخص حرکت میکنه خودش به تختش میافتد در کجاست که حقیقت که و آدم مغلوب میشود. بردارید حلال زنید اوش خورید. و در زمین دست پهلوان سمندرov داوری رو به ذمه میگیرن. پسر استاد ورزش استاد همه ما شما که سری تایی چندین سالها مربی بهترین ناحیه حتی ولایت بودن که پهلوانای همین ولایت پهلوانای همین ناحیه را حلال پهلوان از دهه رو حریف نوبتی خود مغلوب نمودن. احسن برای گشتینگاه زیباتون.
نورف باور به زمین سمندرف کنید. سمندرف یک شخصیت بودن که مربی بهترین همه هم پهلوانان امروزه رو خارجی رو درس میدادن. مربی بودن که به قله ها بهترین شاگرداشون رسیدگی بودن. افسوس که امروز از حساب سلامتیشان خوب نیست، در بین ما شما حضور ندارن. رحمت میگیم برای فرزنداشون که در همه معرکه در همه بازی های سپورتی در پهلوی ما شما اکمل هم مربی هستن، هم یکی از پهلوانان شناخته همین دیار بودن که در حلو پهلوان غولی معرفی کنید. پهلوان غولی به فکرم از خارجگی سامانیان میشن یک پهلوانی که به حد گوشتینگ زیبا میگیرن. سمندرف با لباس ورزشی سرخ پهلوان از دهه رخ توشف و حریف آن کس از دهه تکشیف هر دی پهلوان میشناسم. من خود بسیار مخلص گوشتینگم از در همه جای پهلوانان رو قریب که میبینم. همین پهلوانی که با توشف قوازگویی میکنن یکی از پهلوانای بهترین ناحیه میشن. به فکرم شاگرد انوشیروان پهلوانند. خود همه خیلی گفتگان در ناحیه جبار رسولوف به هر دو پهلوان برای گوشتینگیری برد پهلوانان 200 سامانی. گرت کی با ما اگر اگه گفتین داشته باشید مرحمت میکروفون در اختیار شما. پهلوان حرکت کنید. از حساب داوری میدان به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. برد پهلوان 200 سامانی. شخصان سخاوتمند نبیجان ملیکر، کامران ملیک مرزایف، بختیار شریفov، بابای مهرزا رضایف، سیاوش مرزایف، همین شخصیت هایی هستند که در نوروزی ما شما سهم خود گذاشتیم. خداوند آن کند که همه وقت همین خیلی در پهلوی ما شما باشند و سهم گذار باشند و پروردگار در کسب کارشون در عمر جانشون برکت عطا کنند. درنگ موضوع درنگ حسابیده شد. هر دی پهلوان دم میگیرن. پهلوان نوبتی آماده گشتینگیری هم توشف از بهکده راه حریف خدا انتظارم. پهلوانای خارجگی حاجی امیرov همشان در همین حضور دارند. مرد راه حریف اون کس از دهه تلارک به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانای 150 سامانی. پهلوانا حرکت کنید. واقعا اگر هوای مساعد شده است که خیلی نوروزی برگزار گردیده است در این میدان زرافشان. البته باران وعده کردگی بود اما به خواست خداوند نشده است. از حساب باقیز بهاوردین یکی از هوای خوب شخصیت همین خارجگی 50 سامانی به خزینه نوروزی وارد کردشتند. احسن برای همت ولایت. از حساب شمس‌الدین باقیف 200 سامانی به همین نوروزی ما به خزینه نوروزی وارد کرده شده. از حساب
از حساب کامران ملک مرزایف 100 سامانی، از حساب عبدالنبی همراه تحفه وارد کرده شده است و همه همین سخاوتمندان منتداری شخصا خداوند منتداری همه مردم زرافشان میرسانیم که سهمگذاری کردن احسن برای خدمت ولایتم. یک برادر ما خوجم از اینجا حضور دارند، یک مخلص کریمف اکبرجان بودیان که اگر میگن کریمف اکبرجان همینجا حضور داشته باشند وارد میدان شوند، از حساب خوجم 100 سامانی به همین پهلوان تحفه تقدیم کرده میشده است. پهلوان حرکت کنید. از طرف دوبار برد پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. سمندر فهمید است اخرون در حالی که یکم پهلوان غالبیت به دست نمیبرند به هر دی پهلوان دم داده می شود. پهلوانه وزنه مرحمت آماده گشتگیری شوید. پهلوانه دم میگیرند. از دهه رو حریف یک از با لباس ورزشی کبود از دهه پلورک به هر دو پهلوان برای گشتگیری به هر دو پهلوانه 100 سامانی. در نزد گلیم گشتگیری تهرال پهلوان از صاحبای میدان پهلوان جوان آماده گشتگیری اند. رحمتی همه خیلی پهلوانه صاحبای میدان آماده گشتگیری میشن. از نام عبدالصمد همرایف برادر هم همسین فیما 50 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. احسن برای همت ولایتان عبدالصمد. پهلوانه قوازمایی کرده استادن برد پهلوانه 100 سامانی به هر دو پهلوان برای گشتگیری. امینوف همه تهران پهلوان آماده گشتگیری اند. نیوزف البته به هموزن همسال خودشان قوازمایی کنند، زیرا که این پهلوان جوان هستند، خواننده مکتب هستند. حالا احسن برای گشتگیری زیبای پهلوان. پهلوانه همین دست راست التماس یک نفر وارد میدان شدید. از حساب اودینایف محمد لایق یک جوانی هستند که از اسم کار در عمر جانتان برکت عطا کنند. حریف نوبتی پهلوان از طرف راست دوبار با لباس ورزشی کبود پهلوان از دهه پلورک به هر دو پهلوان برای گشتگیری برد پهلوان 150 سامانی. پهلوانی که وارد میدان شدند با لباس ورزشی سفید امینوف از نام امانوف امام اعظم و خزینه نوروزی 50 سامانی وارد کرده شد. خداوند عمرشان را دراز کنند، رزقشان را فراز کنند که چنین همت میکنند در همین نوروزی. پهلوان حرکت کنید. امین فهم پهلوان سفید پوش از ناحیه جبار رسول میشن به فکرم. برادر غیاس‌الدین پهلوان میشن نه؟ بهترین مهمانه از ناحیه جبار رسول هم تشریف آوردن. برادر غیاس‌الدین پهلوان یک پهلوان این هستند که در مقیاس جمهوری هم با گشتنگ کمربندی هم با گشتنگ تاجیکی و به بازی های دیگر آبرو اعتبار مردم محشر بلند برداشتن. احسن برای همین پهلوان. برادرشان امروز در همینجا حضور دارند، خودشان هم به فکرم حضور دارند. اگر خواهش گشتگیری داشته باشند مرحمت وارد میدان شوند. تحفه های نوروزی در حالتی که
قیاس‌الدین پهلوان وارد میدان میشن. 300 سومونی از حساب خزینه نوروزی تحفه برای قیاس‌الدین پیشنهاد کرده میشد. در حساب از حساب شما آماده گشتیگیری باشید. دست آخران پهلوان ها حرکت کنید. با گوش دوبار گوش میاندازیم. سلام